بچه‌ها صبحتون بخیر، حالتون چطوره؟ امروز تور رافتینگ داریم، بریم اونجا که کلی خوش بگذرونیم. بریم رستوران اول صبحونمون رو بخوریم، برگردیم وسایلمون رو برداریم، بریم تو لابی منتظر ماشین باشیم. اومدم دیگه نصفشو. صبحونمون رو خوردیم، بریم وسایلمون رو برداریم. تو لابی نشستیم منتظریم تور لیدر بیاد که بریم. میرم اینجا. گفتن ماشین اومدیم حالا وایسادیم بیرون، ماشین نمیبینیم. فکر کنم باید بریم پایین جلوی در هتل باشه، نیومده بالا مثل این. بریم سوار ماشین شیم که بریم. آره دیگه. چه؟ نفری هم از هتل‌های دیگه میخوان با همون بیان بریم تور رافتینگ. میریم دنبال اونا رو هم برمیداریم، با هم میریم. 10 دقیقه ماشین وای میسته برای کسایی که صبحونه نخوردن برن صبحونه بخورن. ولی خب ما صبحونمون رو خوردیم دیگه، میریم عکس بگیریم. شخصیتون مثل گوشی پاوربانک که افتاد و لوازم دیگر رو هم اگر فکر میکنید خیلی قابل استفاده، اگر نمیافتاد حساب نمی‌کردم. چیزایی که فکر میکنید خراب میشه توی ممکنه بیفته گم بشه رو به خودتون نیارید. اگر هم خواستید بیارید یه مسئولیتش به خودتونه. اگه گم بشه خراب بشه بیفته و میتونید نه چیپال میذارید توی خود ماشین کاملا امن سر جای خودتون میذارید و ماشین سر جاش هست. ولی وسایلتون هم میتونید بگم تهیه بکنید. بگای زنده ها که توش قراره مثلا گوشیتون رو میذارید، وسایلتون رو میذارید که خیس نشه. پارو رو میزنید رو جلو. وقتی که میگه استاپ میکنید دیگه پارو نمیزنید. حدود 14 کیلومتر هستش، وسط مسیر یه استراحتگاه که اونجا زیپلاین هست، میتونید از زیپلاینش استفاده کنید. لباساتون رو عوض میکنید، لباسایی که میخواید خیس بشه رو میپوشید توی رفتن اون قسمت و آماده میشید. جلیقه و پارو و کلاه هم اینجا بهتون تحویل میدن. سوار ماشین میشید، وسایل شخصیتون رو میذارید داخل ماشین، حرکت میکنید به سمت نقطه اول رافتینگ. لباس هم برای کرایه میتونید $3 بدید و لباس مخصوص رافتینگ بگیرید که لباسش خیس نشه. آب اینجا آبش خیلی یخه، درسته که آفتاب هست ولی همچنان آبی خیلی یخه. اگر مثلا سردتون نشه سرمون نخورید این لباسا رو تهیه کنید. این لباسا رو کرایه کنید. کجا داریم؟ من نذاشتم سر. بچه‌ها بزنید جلو. ماشاءالله. آها. مصطفی برو.
بزن شما هم بزنید بچه بزنید عدم بزن بچه ها بذارید اینا برن بابا بذارید برن ولشون کنید بچه ها بگیرید محکم بگیرید اونو بگیر بریم مریم اینجا رو نگاه نه میگیرم از همه Elmeyenler de bir kamera var. O yüzden aralı gir videoya çeksinler. چی میگی بابا Videoya çeksinler. ویدئویی براتون دلی Abi. جون خودم این جاده برم بریم ما خودمون اندازه 100 دلار کار کردیم فلش میدیم پر میکنه 5 تومن گله بنبست که کجا میری؟ بچه ها باید این بریم گیره لازم راست بزن نمیشه بزن گیر کردیم لفا پایین چاقا وای بچه ها انجا بریم خیلی خطری و مواظب باشیم آخرین عکسی که یادگار داره وای محکم بگیر بچه ها بزن چاپ همه Verim. Bezar. گیتار نیاوردی؟ تو بخونی منم میگم یه چیزی بگو که من بلد یا آهنگ همه بلد باشم زیارت برگشتنی Sen daha bir kaşık suda yüzebilir misin? Şena Belediye. Emin misin? Atla lan bir suya göreyim. Atla. Ne işim nedir? İçmedir. Yo işim İşin ne? fireman Fireman mı? Hadi yalancı. Bu da ben aksana şu böyle باش اسنادش Bildin موجوده ne dedim? Bildin ne oldu? باور نکرد Bavar Ama ne? inanmıyorum. Ana Yok inan
Atla bir suya önce benim önümde. مالکتی باشی نبادا روزی حیرانتی باشی خودت بلد از که اصرار کردی این چیزی بود که دستم برمیومد دیگه نمیشه. خب داریم برمیگردیم سمت هتل. ناهارمونم خورد.